الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد امین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله. برادران کرام، امروزه میرساندگی حدیث ما درباره انسان فضائل الاعمال، یعنی انسان پروردگار به نظر میکردگی عمل هایی که آن را باید هر یک مؤمن اجرا کند و عمل کند. از همین خیل عمل ها رسول خود مرحمت میکنند: افضل الاعمال بعد الايمان بالله التودد الى الناس. رسول خدا گفتند که عمل های کارهای نیکش بعد ایمان آوردن به پروردگار دویم شده می استاد التودد الى الناس، با این انسان ها که دوستانه معامله کردن. انسانی که و انسان به پروردگار ایمان آورد، خودش را مسلمان شدنش به سبب شد، مسلمانی را اختیار کرد، باید این چیز در نزد پروردگار عمل بزرگ سامی شده است. مثل همین مقامش بوده است انسانی که بعد ایمان آوردن به انسان ها به معامله نیک حیات بردنش. گاه انسان های از طرف ما به یگان خصلت ما آزار افتادنشان، به یگان فعل ما انسان ها ناقل حال به غلط دادنشان، اگر ما را دل ما را نرنجاند فعل خود ما، دیمک ما و حالنده ایمان ضعیف انسان هستم میشدیم. برای ایمان کامل، برای عمل کاری ثواب بلندش باید ما به انسان ها در معامله ملایم شویم. اگر پیامبر خدا به ملایمی میکردن، دغلی میکردن، پروردگار با وعدش اطراف پیامبر خدا ده هیچ کس نمیماند. اسلام اصلش اسلام با عملهای نیک، با معامله ناس پهن شدگی. انسانی که میخواهد که اسلام را پهن کند به فعل خود باید ملایم شود. با بدخلقی، با معامله غلیظ اهل ایمان، اگر همون حال با غیر مسلمان، غیر عبادت روپارا شود، اگر این فعل انسان و انسان را به عبادت گشتنش، به اسلام گشتنش به زیان میرسانده است. دانیم که همین حالنده ما اسلام بلند شیش به اسلام پهن شیش به نیو عکس این به خدمت کردگی میشدیم. برای همین ما باید مومن ها به فعل و سخن خود به دیگه انسان ها نمونه شویم، چون که پیامبر خدا با خلق کامل خلق شدن کشون به پروردگار اشاره کردگی. انسانی که پیروی خاصی آن پیامبر میشویم باید فعل اطوار خود را اصلاح کنیم، الا ما از شفاعت خاص رسول خدا به بهره موندن ما ممکن است. السلام علیکم و رحمت الله.